اگه فقط داری به ظاهر پروژه نگاه میکنی، داری بزرگترین اشتباه سرمایه‌گذاری رو میکنی. اول از همه باید بدونین که لوکیشن خیلی مهمتر از کیفیت ساخت خود پروژه است. یعنی چی؟ یعنی قبل از هر چیزی باید نقشه رو بررسی کنید. بعضی پروژه ها خودشون خیلی شیکن ولی دور و برشون فقط فضای خالیه. باید دقت کنید ببینید نزدیکش مرکز خرید، مدرسه، بیمارستان و فرودگاه داره یا نه. بعدش میرسیم به طراحی امکانات پروژه. پروژه باید مدرن باشه، پیاده محور طراحی شده باشه، پارکینگ استاندارد، سالن ورزشی، استخر و کافه داشته باشه. نکته جذاب بعدی اینه که هر وقت خواستین ملکو بفروشین، حتی با 10% پایین‌تر براش تقاضا وجود داشته باشه. اگه میخواین با شرکت سازنده کار کنین، حتما سابقه و تجربهشون رو بررسی کنید و ببینید قبلا چه پروژه‌هایی رو تحویل دادن. اگرم قصد پیش خرید داریم ببینید تحویل به موقع دارن یا نه و کیفیت ساختشون چجوریه. اگه شما هم دنبال مشاوره درست و حرفه‌ای هستین، فقط کافیه یه سر به پیجمون بزنین و از مشاوره‌های رایگان ما استفاده کنید.